فرید میده کجاست؟ آقا میده در میتینگ هستن و تا 1 ساعت داخل رفتن به هیچ کسی اجازه او طرف برو که امرای قفاقو میزنم توره. ببینین دوستا، مالها را مزار به کابل انتقال دیم به زودترین فرصت و همه کارا باید زود انجام شد و نصف مالها را به آقا کدو انتقال بدیم و باید مالهایی که به خارج از کشور صادر میشه. فرید میده. دوستان میتینگ تمام است با معذرت. بعداً صحبت میکنیم و یا فردا کوچالو پیش میبرد میتینگ را اگر من نبودم. فرید میده به تو یک گپ میزنم. اول صدای خوده بیار پایین. مقابل تو فرید میده ایستاد هست. به نظرم تو فراموش کردی. ناراحت نشون و پیش همگی آمده با صدای بلند صحبت کردی. عصبانی شدم، دستم بالا شد. در دل نگیر بگو چی گپ است. با بی فرید میده تا حال همیشه من پول رو در وقت خود میتم، ولی مقابلان من هم مال رو در وقت خود و بهترین مال میخوام. این بار سوم است که مال شما خراب میبرایه و مشتری من مال برگشت داد. مال ما بهترین مال در افغانستان است. در تمام شرکت های افغانستان ما مال میتیم. تا حال هیچ کس شکایت نکرده. به شما مال را کی روان کرده بود؟ آقا کدو چی شده؟ چرا ناراحت معلوم میشین؟ امروز من جواب صادق بودنم رو گرفتم. پیش همگی همراه سلی زد رویم، ولی آن سلی در رویم نی بلکه در قلب من خورده. جواب سلی اگه حتما میتم. نام من مورچ دل آتش است. هر اشتو که من را دندان بگیرد خودش گریان میکند. این را میگن یک تیر 2 شکاره. یک شکار شد و شکار دیگر مانده.